ما در محل برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو اکو هستیم و اینجایی که من ایستادم پشت در اتاقی هست که رئیس جمهور کشورمون قرار هست دیدارهای دو جانبه خودش رو با همتایان خودش در کشورهای عضو اکو داشته باشه. خارج است. ما معتقدیم کریدور استانبول سرخس آلماتی به همان اندازه نقش آفرین است که کریدور بندرعباس سرخس آلماتی. آخر کدام نامردی این همه کلمه سخت را در سخنرانی من چپانده؟ همین یک کلمه کریدور برای رفوزه کردن یک رئیس جمهور کلاس ششمی کافی است. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جدیت در همکاری در این حوزه‌ها آماده است برنامه‌های آموزشی جدید برای این حقیر برگزار کند و در اجلاس بعدی کارنامه کلاس هفتم خود را به شما نشان خواهم داد. حالا برگ سخنرانی امشبم را رو می‌کنم که همین دیشب در اینترنت خواندم. اقتصاد دیجیتال. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه‌هایی همچون انفجار خیلی فوری کشورهای عضو، ایجاد مگس‌کش‌های دیجیتالی مشترک، تبادلات پشماورانه در خصوص تروریسم سایبری و جاسوسی و دزدی در سطح حرفه‌ای میان کشورهای عضو برگزار نماید. ما آمادگی کامل داریم تلاش‌های مکمل از جمله تأسیس بسیج اکو برای ساتوری کردن و کور کردن مخالفان را به شکل مجانی انجام داده و برای هر اعدامی بدون پروپاگاند کمک نماییم. منطقه اکو باید یکی از مناطق هدف در دریافت چنین کمک‌هایی باشد. آقایان محترم، حمایت جمهوری اسلامی ایران از سازمان اکو و فعالیت‌های آن بدون قید و شرط است. شقاوت روزافزون آرزومندم و السلام علیکم و انگوزماناتکم. درود بر شما بینندگان عزیز. پخش زنده سخنان آقای رئیسی رئیس جمهور کشور تقدیم شما شد.